دوستان عزیز، امروز یه ترفند خیلی خوب و خفن آوردیم برای اونایی که دوست دختر دوست پسرشون همیشه میره گوشیشون رو چک میکنه، میره برنامه‌هاشون رو نگاه میکنه، همیشه دور و برشون یه آدم فضول هست، میخوان از دست اونا خلاص بشن. بیایید دقت کنید بهتون یاد بدم. ببینید یه دونه اپلیکیشن هست به نام اپلیکیشن شورتکات، یا تو گوشیتون هست، اگر هم نیست برید از اپ استور دانلود کنید. اینو باز میکنید، کریک پرسونال رو میزنید اینجا، بعد اینجا این پایین یه قسمت اپ داره، اپ رو انتخاب میکنید. اینجا تو قسمت انتخاب اپ میرید اون برنامه‌ای که چک میکنن و مثلا اینستاگرام، خب دانو میزنید، دوباره یه بار دیگه بزن روش. اگه واتساپت هم چک میکنن، واتساپت رو انتخاب میکنی، دانو میزنی، بعد میری مثلا تلگرام، حالا هر برنامه‌ای که چک میکنن دیگه، همه اونا رو میتونی اینجا انتخاب کنی، بعد نکست رو بزنی. بعد میای اینجا قسمت اوپن اپ، اینجا اوپن اپ مثلا یه چیزی میزنی مثل ماشین حساب یا تقویم رو اینجا انتخاب میکنی، نکست رو میزنی. اینجا حتما اسک بیفور رو خاموش کن که قبلش نخواد ازت اجازه بگیره، بعد دانو میزنی. بعد ببینید شما که میای اینجا اینستاگرام رو باز میکنی، تقویم باز شد، میای تلگرام باز میکنی، باز تقویم باز شد، واتساپ رو باز میکنی، بازم تقویم باز شد. خوشحال و سربلند باشید، انشالله که هیچ وقت مچتون رو نگیرن. در خدمتتونم.